سلام دوستان، ما بعد از یک چند هزار سالی برگشتیم خدمتتون و اینکه حالا این اپیزودو به صورت پایلوت داریم ضبط میکنیم. در پارک هنرمندان هستیم. نبیدم دیگه یادش رفته اینترویه اینقدر میادین دور بودیم ما کی میگه؟ ولی نمیدونم شاید تا الان متوجه شده باشین میکروفون خریدیم دوباره. البته قاعدتا کسی ما رو گوش نمیده ولی همون تعدادی که گوش میدن دستشون در نکنه. من نوید هستم، در کنار دوست خوبم شهاب. اینجا بنگاه چت پرکنیه و اینکه ما رو میتونید تو فضای مجازی با آیدی چت پرکنی به راحت ترین شکلی که میتونید سرچ کنید و پیدا کنید، هم به فارسی هم به انگلیسی. من به نظرم تو یه مقداری میکروفونتو بیار پایین بالاتر، چون تون صدات حالا انشالله که کار میکنم. اوکیه ولش کن. خوبه؟ عالیه مشت. خب یکم بگو خودت واسمون. ما اومدیم اینترویو کاری. خودتو 5 سال آینده کجا می‌بینی؟ آره من به نظرم با این میکروفونه یه بار دیگه باید همه چی رو ضبط کنیم، یعنی ولم کن آجی. یه بار دیگه همه چی رو هم دوره میکنیم. من هرچی از خودم به جای گذاشتم داره تمام سعیشو میکنه که برونگرا باشه. حرف بزن. تو هرچی میگم تکرار کنی. حقیقتا یه مدت زیادیه که از محیط پادکست اینا دور بودم و اینکه تو خیلی خوب و پر انرژی همیشه شروع میکردی پادکست رو، ولی اینکه سلام جوانویونی. یه موضوعی تو ذهنم بود میخواستم صحبت کنم، اونم این که پام داره میخواره. احساس میکنم قراره بمیری. پامو باید قطع کنم. دوستان اگر آوردن یه چیزی با قیمت پایین بهتون دادن، اتفاقا پایینم نبود، 250 تومن پول شده، یه جوری رفتار میکنن که تو فکر کنی قیمت پایینی داری میدی. درست میگم؟ ویزیتورها همش هم اینجوریه. آره دیگه. من یه بار رفته بودم این فروشگاه به محل، بعد ویزیتور اومده بود تخم شانسی میخواست چیز کنه، نشون بده، پرزنت کنه. حاجی من هنوزم دارم بهش فکر میکنم. میگفت توش دستگاه تصفیه آب داره. هم بچه‌ها یاد میگیرن با آب چیکار کنن، هم موتور داره، یه همچین چیزی بود توش، ماشین داره، خونه داره. مثلا زندگی بچه‌تون میتونی بسازی. بعد چند 250 تومان بزرگ بود. بعد آره اینقدر بود که بچه‌ها نمیتونن سایزش رو ببینن، اندازه مثلا نصف یک نوشابه 1.5 لیتری کوکاکولا. بعد عرضم به درزت که گفت خب حالا چند بفروشیم؟ گفت شما دیگه هر چی دوست دارید دیگه، 400 500. ما داشتیم 700 تومان فروختن اینا. چی 700 تومان پوله؟ استاد پروژه الان به ایمیل ولی حرفی که میخوام بزنم اینه که اون آپشنایی که داشت میگفت واسه اون تخم مرغ شانسی کذایی امکان نداشت اون تو باشه و اون فروشنده که کارشینه هیچ گونه واکنشی نشون نداد. و از ازم به تبریک میگم، موفق شدی، دوره لیسانس تو یواش یواش به پایان برسونی و به تبریک میگم، واقعا برای خوشحالم. تو زمان زیادی رو صرف چیز کردی، فوتبال کردی و متاسفانه نشد. حالا اشکال نه، آدم دیگه بالاخره یه سنگی میندازه. 4 سال از عمر رفت. احساس میکنی 4 سالی داره کم ببره مدتی که من میخواستم به این نکته برسم، اینکه تو که حالا اصلا ولش کن، چون یه چیزایی باز میشه اینجا که نباید بشه. حرف روی صحبت همینه. ببین تو قبل از این کارا
یه سری کارهای دیگه داشتی، یعنی تو کارهای خیلی سختی داشتی، چرا رفتی سر اون کارا؟ به اقتضای سن دیگه، میدونی؟ من چرا نرفتم؟ تو شانس آوردی؟ نه ببین، من میخواستم امروز به این صحبت، یعنی یه چیزی بود تو ذهنم همیشه برام چیز بود که خیلی هم میگن باید بری کار کنی، تجربه کسب کنی، پول در بیاری، ولی به نظر من لازم نیست واقعا الکی سگ دو بزنی. حالا نه به تو میگم تو واقعا دوست داشتی بری کار کنی، ولی خب یه سری کارهای سختی هم انتخاب کردی، اذیت شدی. حالا تو اگه میدونستی قرار آخرش اینجوری بشه، اون کارا رو دوباره میکردی، میرفتی کار بکنی؟ اگه منظورت این چند وقت اخیره؟ نه کلن، مثلا اون چاپخونه و اینا. نه کلن میگم. خب مرسی، علاوه مرد بهز دولت اوست. برو بابا. الان تو میدونستی قرار آخرش اینجوری بشه، نمیرفت سر اون کارا و اون کارا هیچ ربطی به اینا نداشت. معلومه که نمیرفتم، ولی اون موقع که نمیدونستم قرار اینجوری بشه. خب دیگه میگم آدم به نظر من آدم تا یه سنی اصلا کار نباید بکنه. که آره، ولی خب ولی من داشتم خرج خونه میدادم. نه خرج خودم رو در میوردم دیگه، برای خودم مجبور بودم کار کنم دیگه. چیکار میکردم؟ نمیکردیم. ببین نمیخوام الان تو مزانه چیز بذارم، تو دارم از تجربات استفاده میکنم. میدونی چی میگم؟ دارم از تجربات استفاده میکنم. من نظرم اینه که آدم کلن هر دختر پسر تا یه سنی نباید کار کنه. آره دیگه، تا یه سنی. من تا چه سنی دیگه کار نکنم دیگه؟ باید کار میکردم دیگه. نه من خودم از چند سالگی رفتم سر کار. 27 28 29. تو چند سالگی رفتی سر کار؟ 22 3. بیا خب دیگه آدم نباید بره کار کنه دیگه. 7 سال 8 سال. چجوری به 7 سال 8 سال رسیدی؟ تو میگی 22 سالگی رفتی سر کار؟ خب من چند سالمه؟ نه نسبت به خودم دارم میگم، این گپ سنی. آها. الان چند سالته؟ 28 هستی دیگه، 27 هستی. خب حرفم اینه دیگه، میگم آدم لازم نیست واقعا بره سر کار. چرا بعد هر یکی جون بکنه؟ این فقط به خاطر خانواده است. خانواده استرس بهت میدن. که آره. خانواده بالا سرت میشینن صبح تا شب، آی نرفتی کار کنی. ولی خب ببین تو خارج از ایران، کشور جهان اول، خب اونایی که دیگه میخوان برن کار کنن از 19 20 دیگه میرن. اونایی که میخوان کار کنن، اونایی که میخوان آکادمیک ادامه بدن کاری ندارن. اونایی هم که آکادمیک میرن سیگار میدی یا بدم؟ میدم. بده. اونایی هم که آکادمیک میرن قبلش یه کاری میکنن. حالا میگیم مثلا میرن سر کار، ولی چه کاری میرن؟ مثلا میرن کافه کار میکنن، ویتر میشن، مکدونالد کار میکنن، نمیدونم رستوران کار میکنن. کار سنگینی داداش. بعد کار چیه؟ کار اینجوریه که خانواده بهش نمیگه تو برو کار کن. اونجا یه چیزی جا افتاده دیگه. آفرین، جا افتاده. و اینکه تو مثلا یه نوجوانی داری میری سر کار، کسی به چشم بد بهت نگاه نمیکنه، درسته؟ اینجا مگه بد نگاه میکنه؟ آره دیگه. نه بد منظورم اینه که میگم بنده خدا مثلا چقدر تو تنگناس داره کار میکنه از این سر. ولی من اینا خیلی جا استفاده کردم ازش. ببین میخوام مونولوگ نباشه. خب اگر تو حرفای من میگی این حرفت اینجا اشتباهه، همین. مثلا تو میگی من استفاده کردم، چه استفاده کردی؟ وقتی میری سر کار اصلا آدم‌ها یه جوری دیگه بهت نگاه میکنن. این چی میگم؟ خب این همون فشار خانواده و دار اطرافیانه دیگه، درسته؟ نه، برخوردشون باهات فرق داره تا وقتی که نمیری سر کار و مستقل نشدی. خب من با اینکه آدم مستقل بشه خیلی اوکیه،
مستقل بشه. دیگه تا کی؟ آخه یه جوان تو اینجا بره سر کار مستقل نخواهد شد. اون که آره، مخصوصا تو اون سن عملا ازت عملگی میکشن. میدونم چی میگم؟ تو سنت پایینه بری سر کار. البته نسل زد اینجوری نیستن دیگه، ما اینجوری بودیم. ولی میدونی من الان برخورد رو یاد گرفتم. خب برخورد با همکارا رو یاد گرفتم. نه بهشون اجازه میدم که مثلا سوارم بشن، نه من همچین کاری میکنم. میدونی چی دارم میگم؟ اینو خب طول این سالیان یاد گرفتم. یعنی همه کارهایی که کردی تو این تاثیر داشته؟ آره. تو این حرف زدنت. خب این حرف زدن ارزش اینو داشت کونت پاره بشه صبح تا شب؟ وقت بری سر کار، بی وقت بری سر کار. بهش نگاه کنید بی تاثیر نبوده. نه تاثیر داشته باشه. من دارم میگم آقا این تو فواید اینو میذاری توی کف ترازو، سختیایی که کشیدی و حقوق کمی که گرفتی توی ترازو کفه دیگه ترازو. نه واقعا خب ارزششو نداره تو مقیاس. من دارم توصیهم اینه، میگم تا به یه سنی نرسیدید مخصوصا توی مملکت، چون الان نمیدونم چجوری شده، انگار چی کار داره میکنه. من اصلا کاری دارم با این. نه حرفم اینه، میگم که مخصوصا توی کشور ما چون انگار بچه‌ها دیر به بلوغ میرسن، به اون بلوغ اجتماعی. آره. مثلا طرف 30 سالشه هنوز تو خونه است. حالا تو خونه است، هیچی وابسته کامله. یعنی یه جوری بزرگ میکنن بچه‌ها رو، واقعا چیز افتضاحیه این روش. آره. بعد همون خانواده که تو رو وابسته کرده میگه برو کار کن. ببین من آدمی بودم که روابطمون پایین بود دیگه. آره. من اگه مثلا نمیرفتم سر کار، خجالتی بودی. آره نمیرفتم سر کار، با یه دفعه وارد این اجتماعی که الان هستم میشدم، ببین میجویدنم، میخوردنم. من با چیزی که از تو سراغ دارم، اگرم این حرف زدن مثل قبل بود بازم کارت نمیتونستم بکنم. چون آره، چون بالاخره ذات اون طبیعت هر آدمی کثافته. نه خب بالاخره توی آدمی هستی زرنگی، موقعی که بعد کاری رو انجام بدی انجام میدی، بعضی موقع واقعا تصمیمات خوبی میگیری. میگم این که میرم حالا باشه، ولی خب میگم اگه میومدم، اگه مستقیم از خونه میومدم سر این کار، حداقل باید 2 سال دهنم سرویس میشد زیر دست این آدمایی که من الان دارم میبینم. ولی الان دیگه قشنگ چم و خم کار دستمه، میدونی؟ یعنی طرف نگاه هم میافته تو نگاه یارو، میفهم داره چه جوری نگاه میکنه، از رو هرس رو نگاه میکنه، از رو مثلا حرفی که میزنه از رو تمسخره. میگیری چی میگم؟ با تمام این حرفا، با تمام این بحثا، با قبول دارم باز هم نمیارزه. من واقعا همیشه یاده اون یاد اون چاپخونه کذایی میفتم، تن و بدنم میلرزه. روزای افتضاحی من سپری کردم واقعا. چون میدونی واسه جوون 23-4 ساله 22 ساله واقعا نخوای کد بزنی باید بری عملگی. اون کد زدنش هم عملگی تمیزه. بلش کن تمیز میشه آجی. حالا من خودمم تا وقتی نرفتم سربازی و اینا، اون سربازی به من یه جورایی یاد داد که چجوری تو اجتماع برخورد کنم. آره. ولی خب قبلش هم کار نکردم، خیلی هم براش حرف خوردم ولی صاف وایساده بودم با خودم، میگفتم که لازم نیست کار کنم، وقتش برسه همه چی درست میشه.
بچه‌م هم اگه بچه دار بشم نمیذارم کار کنه. خودش بخواد چی؟ خودش بخواد که هیچی، اون به من ربطی نداره. ولی این که برم بهش فشار بیارم. یه سوال باحال، اگه بچت بخواد درس نخونه بره سر کار اوکی؟ یعنی کلا تحصیل نکنه فقط دیپلم بگیره بره سر کار؟ من نه، مخصوصا توی ایران که حالا میگیم شرایط خوبه مدرک و اینا کاری ندارم، میگم مثلا اتفاقات خوبی افتاده و شرایط نه کار اوکی. ندارم. کلا جامعه ما مدرک پرسته. تو مدرک نداشته باشی آدم حساب نمی‌کنه. یعنی الان لیسانس هم داشته باشی میگم ها لیسانس داره، در صورتی که تو این لیسانس رو کشور دیگه داشته باشی بذاری رو سنگ آب میشه. میدونم چی میگم. اونجا یارو میره کالج، بعدش هم یا علی مکه میره. ولی میگم اونجا خیلی از آدما، من آمریکا رو مثال میزنم، خیلی از آدما دیپلمشون رو میگیرن میرن سر کار چون میصرفه، میشه باشه زندگی رو جمع و جور کرد. آره. بعد جایگاه اجتماعی کارش هم خوبه. تو اینجا میلیاردها پولم داشته باشی مدرک نداشته باشی بازم به چشم یک آدم لاابالی بهت نگاه میکنن. این بده دیگه، این افتاده ولی خب الان خیلی جمعیت دانشجوها داره کم میشه. من خبر دارم دانشگاه پرند و یه دانشکده‌شو کردن مهد کودک حاجی. انقدر کم شده. این دانشگاه آزاد داره این کارا رو میکنه که خرجشو در بیاره. واقعا جزء بزرگترین دانشگاه ها بود. داشت دیگه هر شهر یه دونه زده بود دیگه. هر شهر شد در خونه رو وا می‌کردی دانشگاه آزاد رو می‌دیدی. رودهن دانشگاه. رودهن بومهن، بعد رباط کریم پرند، شرق قدس، نمیدونم تهران خود 4-5 شده. تهران مرکز، شمال، جنوب، شرق، غرب، جنوب غربی. جنوب غربی. بعد مثلا دانشگاه تهران شمال کجاست؟ انتهای امام علی مثلا. یه همچین حالتیه. مرکز سوهانکه. مرکز سوهانکه، شمال شرقه. بعد شرق میرن از تهران خارج میشن. میرن قیام دشت داره؟ اون سمتا میرن. اون سمت ابسری. بعد شرق قدس. من دوست دخترم میگفت تهران غرب. شرق ها. تهران غرب باز چیزه؟ تهران غرب قیام دشت دیگه، درسته؟ تهران غرب آره. کجاست؟ اشرفی ثانیه. اون یه واحدش اونجاست. فکر کنم یه واحدم قیام دشت داره. اون واحد قیام دشت میشه. تهران غرب تهرانه. بله. چرا واحد قیام دشت نداشته باشه؟ بعد علوم تحقیقات داشتیم. عالی. ما که فهم میرفتیم بالا سیگار میکشیدیم. تو کوه دانشگاه داره یارو، من نمیفهمم. حاجی یه بار رفتیم بالا گفتیم ببینیم چه خبره. با ماشین رفتیم. با ماشین خودشون رفتیم. نه. با ماشین خودمون رفتیم. با ماشین خودمون رفتیم، ماشین شما در واقع. رفتیم اونجا بعد اتوبوس سوار شدیم رفتیم بالا. آره. چون با ماشین شخصی نمیتونیم. بعد فکر کنم چند وقتم بعد از همون داستان چپ کردن اتوبوسا بود. آره. بابا اتوبوس سرپایینی با اون تیزی بیاد پایین خب معلومه ترمزش میبره. بعد اون اتوبوسه چی؟ اون بنزین جو جمعش کردن. میخواستن تلکابین بزنن دیگه. انقدر دانشجو کم شد نصرفید. بعد حاجی دانشگاه آزاد واحد باراجین قزوین کجاست؟ شهر ببین هرچی بودجه بوده رفته اونجا. شهر ساختن دیگه. خوابگاه داره. خیلی معروفه ولی نه الان کسی میره یا نه. بعد من یادمه که بچه‌ها یه سری دوستان من رفتن دانشگاه آزاد واحد بوین زهرا بعد از قزوینه. اشتهار اشکرد، هفتگرد، شیشگرد. آقا شیشگرد نداریم ولی ما دانشگاهشو میزنیم ان شاءالله. ساخته میشه. مهرامودی توی سریالش میگفت یه واحد 35 متری در هفتگرد.
عدیه گرفتم میگم مگه 8 گرد میگم نه یه 7 گرد جدید تأسیس شد. من رواد کریم یه ساختمون بود. یه ساختمونه عملا. بحثمون از کجا به کجا رسیده داداش؟ قهقرا کشیده شد. دیگه حرفه دیگه، یه حرفی میندازی حرف میزنی. آره یه آپدیت هم میخواستم بدم. این چند وقتی که ما نبودیم من استخدام شده مثلا شب بیکار شده. نه این چند وقتی که نبودیم واقعا میخوام بگم شرایط سخت بود که نبودیم، فشار رومون بود. فشار رومون نه، بیزی بودیم و گشاد. آره باشگاه ثبت نام کردی؟ باشگاه اوف از این واسم صحبت کنم در مورد باشگاه. دوتا جیمدیکته. دوتا جیمدیک. آره امروز دیگه خارج از برنامه اومدیم گفتیم بدن نکشید اگر نه اپیزودی ضبط کنیم دیگه. میکروفون هم خریدیم ایشالله. هزینه کردیم حقیقتا سر هر مبحث بستش. باشگاه میریم این چند وقت چه تأثیری گذاشته؟ باشگاه میریم این چند وقت من خیلی راحت میتونم صاف وایسم و شکمو بدم تو. قبلا پاره میشد، اصلا عضله شکمو کنترل دیگه نداشتم. صاف وای میستم شکمو میدم تو، بعد بازوام ماجی قشنگ 2 برابر شد دفعه. اصلا انگار منتظر بود که یه حرکتی بهش بدی. تو که دیروز با تیکه ها دال می‌کردی اینجا میدویدی واسه خود رو تربیل لباستو میزدی بالا. عشق‌ها ولی چند وقت بود نداشتمشون. آره با تو دیگه داشتی ایربگ میشدی. آره من چون دیدم دارم میشم دیگه چیز کردم دیگه، سری جلوشو گرفتم دیگه نمیشد. من خودم به بنبست رسیدم، یعنی یه خورده راه میری هی نفست بگیره و نمیدونم هی اذیت بشی. قبل اینم نمیرفتیم به خاطر مشکل مالی داشتیم دیگه. آره دیگه آره نمیشد دیگه. من همه پایه میخوایم، پایه باید داشته باشی. من به نظرم تو باشگاه بری بدون پایه بری و بتونی اون 2 ساعت هم کار کنی اندازه نیم ساعت که اون با رفیقت میری و یکی پایه داره چیز نداره. اصلا زورت زیاد میشه بعد نمیفهمی چه جوری میگذره. آره واقعا نمیدونم. تو من نمیدونم چه 2 ساعت ما اون تو ببین 40 دقیقه میدویم دوچرخه میزنیم. میفهمی یعنی چی 40 دقیقه؟ من احساس می‌کنم اصلا از اوریج داریم بیشتر بازی کار می‌کنیم. 40 دقیقه خیلیه. تمرین که میرفتیم تمرین تیم فوتبال حرفه‌ای آره ما هر روز میرفتیم تمرین 40 دقیقه نمیدویدیم. دوچرخه بعدش خیلی من بیشتر با دوچرخه حال میکنم. دویدن رو میرم که خورد بدنم تکون بخوره بعد دوچرخه ببین حاجی عضلام اینجا تیکه شده این پشت بودا زده بیرون. من که دارم عشق میکنم اصلا. بعد من خودم دیشبم بهت گفتم من باشگاه وقتی از باشگاه میام بیرون رنگا رو بهتر میبینم. نمیدونم چرا خیلی همه چی شفافتر و بهتره. شاید به خاطر گردش خونیه که اتفاق ممکنه. آره کلا دوپامین میزنه بالا با دویدن. خیلی عالی. یه مدتی هم هست چون به پارک احساس بی‌نیازی می‌کنیم اون گرفت به خاطر اینکه اون حالت دوپامین و سرخوشی میده دویدن. بعد من دیروز هجی زدم لاریه رو از اولا آماده شد رفتم چیز اینجوری گفتم بریم بزنیم پهلوها رو بزنیم. دیدم این 7.5 واسم سنگین بود الان خیلی سبکه انگار 5 دستم گرفتم. شروع کردم زدن اینجوری تون تون میزدم خیلی داشت این آتیش گرفته بود. امیدوارم چیزی در بیاد توش. تا الان که در اومده من خوشحالم. ولی فقط دارم این اضافه وزن داشتم که دارم بیشترش میکنم. نمیدونم حالا من بتونم بالا تنم و یه ذره حجمش بیشتر کنم واقعا راضی‌ام. خب تو بدنت خیلی خوشگل از من. تو اصلا چربیت خیلی پایینه. من مال چربی ام الان. امروز دستم رو می آوردم پایین عضله اینجا حس می‌کردم. این سر زیر بغل.
میدونی راجع به این که خیابون ایران شهر آدم‌ها خیلی خوشگلن. آره ایران شهر به نظر من یکی از خاص‌ترین خیابون‌های ایرانه. واقعا اسمش برازنده شد. از سر کریم خان که میپیچی تو فضا عوض میشه، اصلا کشور عوض میشه. یعنی اون فضا باحالی داره دیگه، همه تیپ‌های قشنگ، همه خوشگل آدم اصلا روحیه‌اش باز میشه. آره بعد کافه پشت سر هم کافه ولی دیگه از پارک به پایین دیگه آره. چیزی نداره، چیز خاصی نداره. خوب واقعا اون خیلی واقعا چیز خاصی همین یه تیکه است. صنایعی هم مالی نیست حقیقتا، به پای ایران شهر نمیرسه. صنایع آدماش باحال. این رفیقمون گیر داده به ما که گیر داده که خودم بهش گفتم گیر نده، گفتش که آخر هفته بریم خیابون صنایع. نه دور و بر خیابون معروف دیگه نداره چیزی؟ ناصر خسرو که پایینه. ناصر خسرو این دارو بخری. گفت یه کافه هست قلیون میده 400,000 تومان 450,000 تومان و محشره. گفتم بریم. گفتم همه کن من رفیقمو حتما میارم. و عکس قلیوناشو نشون داد. من نه قلیون خیلی بده آقا، من دارم میگم من خودم قلیونی نیستم و نمیکشم، شاید تا حالا 3 بار کشیده باشم 4 بار کشیده باشم، خیلی بدم میاد. ولی گفتم من این نظرته بریم یه دودی بگیریم. میدونی زیاد حال نمیکنم با قلیون. این قلیوناش فرق به قلیون معمولی نیست از این قلیونه استیل کوچیکه و توشو میوه مثلا پایینشو آب توت فرنگی و اینا میریزه. نمیدونم اگه فکر می‌کنی باحاله بریم یه حالی بکنیم. اسم کافش هم نمیگم ولی شاید بالا چیه اینجا؟ صنایع. آره. یه چیز دیگه بگو، یه خیابون دیگه بگو. توی همه اونجا خوشت میاد نمیگه اسم خیابون نمیشناسی؟ صنایع دیگه خوبش به جز صنایع بغلیش میشه خیابون آرارات داره. اینجا نه محله آرارات رو نمیگم خیابون آرارات نمیدونم. پس اینو بهش اوکی بدم بریم. یعنی بهش من که اوکی دادم. نه خودمونی، من و تو رفیقم. داداش نه بابا کیه این رفیقت؟ بابا رفیق بچه‌شه. در بیار. همین که رفتیم ازش گوشی خریدیم. لپتاپ خریدی؟ شما لپتاپ خریدی؟ مکبوک خریدی؟ آره شروع کردی آجی. این مکبوک با اپل واقعا چرا انقدر اکوسیستم خوبی داره؟ ببین ای میگی ارزش نداره، همین خود دست دادی 2-3 بار فهمیدی چی به چیه. تا حالا اصلا تو لپتاپ اینجوری من تا حالا خودم دست نزده بودم. لپتاپ بابا خودش اینقدره. چقدر؟ اینقدر. رسیده تا چیز ما کار بهت میده بری نامستر. کیفیت صاف بالا. صفحه رو دیدی؟ صفحه، صدا، تصویر. LEDش محشر. فکر کنم اولده. اولد نی؟ اولد داداش. چرا؟ اولد باید گرد باشه. نه اولد تکنولوژی چیزه. کیولد هم اون کروه. ولش کن. کیولد هم گرد چیز نیست، کرو نیست. حالا فکر میکنم LCDه ولی خیلی کیفیتش بالاست دیگه. خب چیزی که دیدیم کیفیتش بالاست. از درجه از زاویه کور میدیدیم لپتاپ ولی مثل آینه نشون میده 177 درجه. چطور مایه واقعا خوبه. یعنی بعد محدودیت داره، میدونی خیلی محدودیت، هم خود سیستم عاملش محدودیت داره هم تحریما محدودیت داره. ولی تو باز اینو یک چند وقت که دستت داری باش کار میکنی ترجیح میدی به 1000 تا ویندوز و اندروید و همه چی.
بنابراین من دارم به شما چی میگم پولاتو جمع کن یه آیفون بگیر. اگه بتونم میگیرم. چه هوا خوبه. آره این فارگو من واقعا نمیدونم چون نمیتونم ببینم. خوبه. من دیگه ندیدم. من ندیدم. من تا اپیزود سیزن 3 دیدم دیگه هیچی ندیدم. نمیتونم اینقدر وقتم پره. شب که داریم هم باشگاه هستی نظر بابا تو 9 شب بیرونی فیله سالات میزنی لامصب. زندگی سالمو در پیش گرفته. یارو دیشب اینجوری هر شب ریست میشه. گفت حالا از این جوجه ترکیه خوردی؟ گفتم که آره و دفعه قبلی خوردم. گفت چطور بود؟ خیلی نرم. من بیرون سیخ 250 خوردم، ترد نبوده. گفت بله چون تردش هزینه داره، این پیاز و زعفرون اون بغل نشون میده. چقدر خوب درست میکنه. اصلا کارشه. زندگیشه. میدونی؟ خورده جوجه رو خورده. جوجه کباب. به این دنیا پا گذاشته که جوجه درست کنه. بعد سالاد بغلش میده با سس ماست. مایونز ماستی. این مایونز نیست، جای مایونزه. مایونزی که با ماست درست کرده. خیلی خوبه. من که حالا میرم برای ورزش دارم میرم، ولی جدیدن ورزش میکنم به امید جوجه اینم. من میام باشگاه گشنم میشه. آخ مثلا بعدش باید پروتئینو بخوری دیگه. حالا من که باید کربوهیدرات رو واقعا محدود کنم، ولی تو جا داری. آره دیگه چه خبره؟ چی کارا میکنی؟ دیگه سلامتی که هست، زندگی که رو به راه. الان واقعا برگشتم. الان همه چی به فاک عظما بره تو خوشحالی، یعنی دیگه برام مهم نیست. دیگه برات مهم نیست. حقوق سر وقت که نمیگیری که میگیری. خوب نمیگیرم که میگیره. خوب نمیگیری که میگیری. دیگه یه زندگی تا یه جای سختیه، بعد آسون میشه، دوباره سخت میشه، دوباره آسون میشه. الان واقعا میفهمم پولی که ما داریم هزینه میکنیم. من قبلا فکر میکردم خیلی هزینه‌مون بالاست. الان میفهمم که چی نیست. پولم تموم نمیشه. اگر گویی دارم میخورم. پولم خیلی بی‌ارزش شده دیگه. تو واقعا برای یه دونه هایپ 50,000 تومان پول میدی. بابا 50,000 تومان در آوردن سخته و وقتی میخوای استفادهش کنی مثل باد میره. من اون روز رفتم چیپس 90 تومان چی 50 تا 90 تومان شد. این چیپسه چیز بود، فاز چیپس قدیمی داشت، دلمزه. آره دلمزه 90 تومان شده اون فکر میکنم. دیروز پریروز رفتم چیز بقالی که صبونه بخرم، یه دونه کره بادام زمینی خریدم، یه دونه عسل کوچیک خریدم، یه دونه خامه خریدم، شد 420,000 تومان. اشکانه دیگه ذکر مصیبت. چه چقدر اینو دارش بیار بعد. من چیز میکنم دیگه. خب بریم برای اتمام قضیه. ماکس اکثرا یه اسم بزن جسی. فندق پشمک. داره دیگه چند چیز کن خروج رو بگو. خروج رو من نویدم در کنار دوست خودم شهاب. اینجا بود بنگاه چت پراکنی. امیدواریم از این به بعد بتونیم هفته یه قسمت براتون ضبط کنیم و سخته حقیقتا هفته یه قسمت جدی‌تر. بابا لامصب وقت نمی‌کنیم. چی میگی تو؟ آخه هفته که بیرون میاد. خب
بعد کی میخواد ادیت کنه؟ من ادیت میکنم. حالا هفته قسمت نیم ساعت مشکل نداره. بگو بریم. من نویدم در کنار دوست خوبم شهاب. اینجا بنگاه چت پراکنیه. ما رو میتونید تو فضای مجازی با آیدی چت پراکنی به ساده ترین راهی که میتونید سرچ کنید و پیدا کنید. خوب اینو یادمونه ملکه ذهنت. من فارسی هم انگلیسی. شبا که میخوای بخوای من نوید بودم در کنارش. بعد رو میشه سر ما رو میتونید در فضای مجازی ای چرا کیرید. چرا این جوریه معلوله؟ آره دیگه. ببین پشتش که اکسلش میکشه. اکسل. جلو هم سیبک میبکش مشکل داره دیگه. خداحافظ شما. ما خوشحال شدیم. کاری داشتید زنگ بزنید. خداحافظ. پیام بذارید برامون، کامنت بذارید، خوشحال میکنیم. خداحافظ شما. خداحافظ.